کاوه‌ای پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. اخوان ثالث میگه یکی مثل کاوه اگه نداریم، کاش یکی مثل اسکندر بیاد. حالا فرق کاوه و اسکندر اینه که کاوه پهلوان و قهرمان خودیه، اسکندر بیگانه است، مهاجمه. و چه نکبتبار و سیاه اوضاع سرزمینی که کسی آرزو کنه که یک بیگانه بیاد نجاتش بده. کاوه‌ای پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. دردناک این جمله اخوان. آرزو میکنه کاش که یه اسکندر، یکی مثل اسکندر، یکی از بیگانگان بیاد ما را نجات بده، چون کاوه‌ای که پیدا نمیکنیم.